ما در جامعه زندگی میکنیم که فخر فروختن مثل آب خوردنه. از بالا تا پایین، از حاکمیت گرفته تا روابط روزمره‌مون، همه جا بوی تغییر و برتری میاد. حاکما به ما فخر میفروشن چون نون آزادیمون رو گره گرفتن. دوستان و نزدیکانمون به اون فخر میفروشن چون زخم‌های اقتصادی و اجتماعی ما رو دیدن و به جای مرهم بودن بهانه‌ای پیدا کردن برای قدرت نمایی. ما یاد گرفتیم همدیگه رو محکوم کنیم به جای اینکه درد مشترک باشیم. ما دنبال مقصر میگردیم چون پذیرفتن سهممون از این همه ویرانی شجاعتی میخواد که از ما دزدیده شده. جامعه‌ای که سرکوب شده نباید به جون خودش بیفته. ما همدیگه رو خورد میکنیم چون یادمون دادن این تنها راه زنده موندنه. اما باید یاد بگیریم این چرخه زهرآلود رو بشکنیم. هیچ جامعه‌ای با فخر فروختن و محکوم کردن به جایی نرسیده و رشد نکرده. اگه قرار فردا رو بسازیم باید کنار همدیگه باشیم، نه مقابل همدیگه.